میگم کجا میری؟ من بال دارم میرم بالا درش. همه چی بزنم؟ نه خب چی گفتی؟ زانه؟ چی گفتی؟ یاد بگیر یاد بگیر. فرو؟ میگم کجا میری؟ برگه خورد شدی؟ کارت سبزی. برگه ورود چی؟ زانه؟ هیچی نداری؟ نه من خودم. خب آقا جان اسم چیه؟ من داهی هستم. خب آفیش که نشدی برگه بری که بدار. تیتیش؟ بدار. خب هیچی نداری امروز که؟ شکلت اینجا حراستی؟ من اینجا همه کار هستم. اینجا صاحب دارم. اینجوری نیستش که خودتو بذاری سرت پایین همجوری بری تو که. باشه حالا این دفعه چه بذار من برم. نمیخواد ببینم. لط و پارت میکنم. چرا میکنی؟ شما آوردی وگرنه این کت از سرم در میومد تو لط و پار میکردم. بیا. برو. یه دقیقه باش آروم باشه ایز من. بیا اینجا. کجایی؟ کلام کو؟ چیکار میکنی؟ بیا بریم تو. بیا بریم تو چیکار کنی؟ بیا ایز من ماشاءالله. آقا بریم تو چه اتفاقی میفته؟ بیا تو ببینم. بیا ببینم. بیا برو بالا. آقا مثلا نمیره. بیا برو بیرون. خراب این همه داری کلاش میذاری؟ من همه شیرینگم انقدر من پیاده میدم. کار نداره ازی؟ برو. تو خوبی. آسانسور دیروز خرابه. ممنون. خیلی خوشحال که باز هم در خدمت شما عزیزان هستیم. ما همونطور که وعده داده در هفته گذشته در خدمت دو دوست قدیم و دو دشمن امروزی آقای داهی عزیز و شاکانی دوست داشتنی خواهیم بود که خیلی کار سختی بود این دو دوست رو دوباره به هم رسوندیم. میگم کار آسونی نبود. اگه تشریف بود بر اینجا میره آقای شاکانی عزیز خیلی هم با انگیزه باید خیلی آقا خسته نباشید. بشین آقا اون بریه اگه بشه بشین اون بر بشین اون بر که بله آقای داهی عزیز هم اگه پایشون میبینم آقا خیلی خوش آمدید. واقعا نمیدونستیم شما میایید خوبه؟ نه ایده مثلا این آقا اینجا باشه من پامو اونجا نمیذارم. بیا دیگه شما مراقبت برنامه تایپ کنید. هیچون باشه جاده. اما مگه شما قول ندادید که بیایید سر برنامه بسازید؟ من قول داده بودم کی میگه ندادم؟ ولی ایشونو که دیدم دوباره به هم ریختم. قیافش مشکل دارم باش. فکر کردید که بنده هم قیافه شما رو میبینم خوشحالم؟ نه خیر، به خاطر مردم و برنامه خوب 90% هست که تحمل میکنم. ببین دستت برای همه رو شده. برای ببشه من نوعی از اون اولش معلوم بودی. مار سر تو وجود نداره قسم میخورم. آقا اگه عصبی نباش حالا با هم صحبت میکنید دیگه. من نارموزم یا تو که با موش مردگیت اذهان عمومی رو تحریف میکنی. ببین یه کاری نکن بیام اونجا ریخته تو که از اینه که بیشتر بریدمش به اما متوجه یا نه؟ خیلی لوج میخوام. آقا اگه عصبی نباش حالا با هم صحبت میکنید دیگه. آقا عزیز حالا دوستان اگه یه تصویر رو پخش اینجوری نمیشه که بیرون باشه که داخل باشه تصویر رو با هم آماده کنم این وضع نمیشه داد حتما دیگه شما دیگه تایید اومدی بعد داخل هم بیاید. خیلی ممنون تصویر اگه آماده شما هم میبینه. شما دوستان عزیز عذرخواهی می‌کنیم که یه وقت کوتاهی در برنامه پیش اومد. برنامه زنده است. ما این قول داده بودیم که هیچ مشکلی پیش نیاد همه چیز آروم باشه ولی آقای داهی و آقای شاکانی ما رو یه جورایی ذوق زده کردن. آقا خب حالا به وجه که مشکلات حل بشه داستان غم انگیز شما که مثلا یه فیلم هندی هست اولش دوست بود حالا دیگه واقعا هم نمیشه واقعا جالبه. اگر امکان داره دیگه صحبت شروع کنیم دیگه پرده و نخ و کشی ترا برام دیگه دوستان اگه رخچه کم دارن میتونم بیان آویزی کنم تا آخر برنامه خوش میشه. آقا اگه میشه شروع کنید. مرسی. سلام عرض میکنم خدمت منم سلام عرض میکنم خدمت شما گرامی همچنین بینندگان فوتبالیستی که شما هنوز نمیدونی ببخشید هنوز نمیدونی نوبت کیه. مالی برای من مدیریت هم سنن از شما بزرگترم هم هیکلن هم این بحث شخصیت هم. ببینید این هیکلن شما با شده این مگس این دادم بشید آقای هیکل رو برای من نکش بشد. ما اومدیم امشب اینجا صحبت بکنیم. برای ما شاخ شد یا بگم بکش بردر عالم برخورد. برو منم حالا من در خدمتتون هستم آقای قادر خان. بله بفرمایید قادر خان.
صداتو بیار پایین. با مدیریتی که ایشون داره صدا کی ضعف مدیریت داره؟ متوجه تو چی بده میگی؟ بالا. آره شاگرد بگم. اصلا بکش تو بالا. متوجه چی میگی؟ ببینید برخورد درست کن. مدلای من میدونن شما انقدر مدال گرفتی بازیکن من مدال نداره مدال نه. ببین اصلا دفع من شما مدال با عنوان میخوای بیا من مال مربی بکنبایر رو نمی‌شناسم. بهت بدم. شما رو بردم اینجا بر ما شاق شدی. ببین متوجه مدال دست اگه تو میخوای- بنداز. با من صحبت میکنین دست مدال پای باشه. اگه حرف میخوای نزن بیا صدا من تو نبر بهت بالا. میدم. صدا تو میبری بالا برای فکر چی میکنی که بازیکن من فکر میکنی نباید هر که مدال صداش داشته بالاست باشه؟ بازیکن دست فوتبال بلدی؟ تو میدونی فوتبال چیه؟ ببین من احتیاجی به بردمت اینجا واسه خود آدم شدی؟ احتیاجی به تو دستتو بنداز. ببین. اینجا برخورد نکن. حیف که آقای قادرخان اینجا هست. من به خاطر بله، من- قادر اومدم اینجا منم به بکری خاطر کشی ایشون به خاطر مردم برده رو اومدم. بکش بابا و به کس اصلا قیافت رو نمیخوام ببینم. رو تو مرکن. عصبی نباش ببین، برو اون برای برا. همه وقت هست بوی بد ببخشید قیافه نافو قیافه خیلی چی؟ حال نه، شورفه شما انداختی خوب شما بلدی این صحبت رو کنی. داره شورفه میکنه کی داره سرفه میکنه؟ پشت شنه فکر کردی. من صحبتی ندارم بندم با شما شما اون ور رو صحبتی نگاه کن ندارم. شما اون ور رو نگاه کن شما اون ور رو نگاه بکن نمیخوام. شما اون ور رو- برخورد رو درست کن. تو فکر بشین. ببین باشه اینکمو تمیز کنم عینک تو بهت تمیز میگم. کن عینک تو تمیز کن ببینم چی میگی؟ بلند شو واقعا بلند شو ناپسند هست. متممش هست متمم رو ببین این امضا به خاطر تو من سفید امضا صداتو بمیاد پایین کجا امضا کردی؟ مرمه شدی من الان زنگ میزنم یه مینیبوس آدم بریزه فکر از کجای دنیا این سپاس خدا شما تا بعد خودی گذار آن نه ببین یه دونه بخواب تو گوش من بزن اگه نمیتونی بزن